آمدیم در مقرهای بودا که ببینیم از چی ساخته شده و چی رقم تهیه شده اینا را چی رقم مردم سابق یاد کردن بیننده هستیم دیگه. قسم بیننده هستیم دیگه، سنگای بسیار خوب دیگه. مردم وقتا اینچه زندگی میکنه به شکل بسیار خوبش که ببینیم دیگه کار در جایش بسیار لوکس ترمیز هستن. همه فهمادم که ای از چی کنده بودن اینو را می سوال خلق میشه دکتر صاحب از چی کنده کردن این را؟ بله خیلی با وجودی که ما شما میبینیم این سنگ است. سنگ است. آره سنگی است. این مثلا لر این گپام نیست که برای سخت باشه کنده شود. آدم دلزی حیران میماند از این وقت که را چه قسم جور کرده، چه قسم کندن کاری کرده این را. دقیقا سنگ کو مردم خشتری تو جو نمیتونه سنگ جور. یا سنگ جور شد. این مقارات سنگ جور شد. یعنی بندست دوستا سنگ چطور سنگ هیست خانه یعنی کم جور کرده توقشه به شکلی که آدم از یک چی را کاب بگن تعجب که لره را فکر کنم که برای فعلی مردم ها منام تکاو یا چیزی جور میکنه یه را همه قسم جور کرده برای فعلی کس از لر جور میکنه وقت آدم حیران میمانه چه قسمی سنگ کردن کنه سنگ اینتر مغاره ها جور کرده که مردم ها چند سال پیش اینجا زندگی میکرده کاش که اینا یک نفر میبود که در ما را سابق میبود که گزارش میدادن دیگه ببینیم که دیگه اینا را علا فرار بیای کجا میرید بیای کار ندارم زامبی ممکن نباشه در سعی اون چه با خود چه آوردید راکت آوردید نه راکت نیست کامرا است مادر کلانی مرا 30 سال پیش 20 سال پیش بود شما کی هستید میشه بگین من یک از نوازه های بودا هستم نترسید میشه خودم معرفی کنید؟ ما جلپیچونچی هستم چقدر سال میشد از این مغاره زندگی میکنید شما؟ نزدیکی 5000 سال پیش تنها کسی ما هستیم که از لیست طالبان زنده ماند دوران پیشین بوده حتما مادر کلام مرا طالبان قد راکت زد مادر کلام مرا هم با راکت زد قدر کلام مرا هم با راکت زد اونا به رحمت حق رسید میشه درباره از این مغاره برای ما معلومات بدین؟ این آمد که من قصص قد او زمانا که او دوستایان میگفت او زمانا مبارک از ایران بود و پیش ما کارگر بود یعنی در زمانه خراب شده که شما باید کارگری میکنید او زمانا ایرانی ها بود می آمد کار میکرد سر اونا خود چی رقم بگید از چی وسایلی اینو جور کردیم و چی رقم ما به تعجب کردیم که ما که یک جای از خاک آمونی تر جور نمیتونیم در سختی جورمونی ویر سنگ است دیگه او دوره های زمان وقت که بود بسیار سنگ تراش های ماهر بود ایران را با سنگ تراشیدن خیلی مجهز در کل جهان همین منطقه هم خیلی مجهز بود و خیلی پیشرفته تر بود با سنگ تراشیدن حال شما یک مترکک داره اسکاتورک داره یا دونا مینازید ببین چه قدر بلندی است یعنی منظره او را ببین که چه قدر منظره نشته جای قدر کلام مادر کلامی من نبخواهی که مثل مردم دیگه عادی یا مثلا از پایین نبخواهی زندگی اونجا نمیکنم اون منطقه نفرین شده است قدر کلام مادر کلام اونا را نفرین ما همینجا بخیر راحت است شما ما که پدر کلام مادر کلام نفرین کرده که دمزی روزا جنگ است و دیگه وضعیت نیست و فقری است و گشنگی است بله دقیق فرمایید دقیق فرمایید ایمون تک بزرگانی که مردم از گشنگی سلچه از دیست بیکاری بخیام تو یک وضعیت است که امور مادر پدر کلام خود که امون نفرین پس بگیره